رندوم ترین بازی که هیچ وقت بازی نخواهید کرد. پارت اول بازی آیرون گارد سالویشن هستش، یک بازی تاور دیفنس توی وی آر. میتونید با کوست یا استیم وی آر بازیش کنید. مثل هر تاور دیفنس دیگه شما یک تاور دارید، استراتژی میشینید، سیستم دفاعیتون رو اجرا میکنید. تفاوت ریزی که حالا با تاور دیفنس های دیگه داره اینه که شما خودتون هم توی دفاع نقش دارید، اینطوری نیست که فقط با هیرو و استراتژی چید بازی کنید. یه درون دارید که خودتون میتونید کنترلش رو به عهده بگیرید و بازی کنید. سبک بازی خیلی ساده است، با قیمتی که داره از من بازی خوبیه برای سبک بیار، ولی خب احتمالا از اون بازیه که هیچ وقت هیچ کسی بازی نخواهد کرد. تا پست بعدی میبینم.